یه دفعه میاد قبل از انتخابات دبه میکنه آقا نظامی‌ها دخالت نکنن حالا ببین بعداً میخواد چه بازی در بیاره. واجتنبوا الطاغوت یعنی چی؟ تو معادله قدرت وارد شد. نذار کسی طغیان بکنه، زیر بار طغیان نرو. دین ما اینجوریه. رفقا بعضی از این بچه مذهبی ها خیلی کلاس دارن. مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 شبانه روز در خانه مهاجرین و انصار رو زد برای اصلاح وضع سیاسی جامعه. بچه مذهبی گریه کن از زهرا میشناسم یه شب حاضر نیست در خونه کسی رو بزنه، نشسته تو خونش کار نمیکنه، منتظر همه چی درست بشه. بیا وارد معادله قدرت بشو. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو نخوای دوچار طاغوت بشی باید این روشا رو یاد بگیری. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو نخوای دوچار طاغوت بشی باید این روشا رو یاد بگیری.